آرامیس از چند سال آقای سرآشپز قرار داریم. از اینا میشنویم که اول خود رو معرفی کنم و بعد از اون در مورد همون غذای مخصوصی که گفتیم برای ما معلومات بدم. خسته نباشه، میشه یک معرفی خود داشته باشه؟ عرض سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. عبدالجبار صدیقی هستم، سرآشپز رستوران مجلل آرامیس. بله آقای صدیقی، میشه در مورد اون غذای مخصوصی که همه رستوران آرامیس به نام از میشناسن برای ما بگیم چیه؟ غذایی که تقریبا مدت 3 سال میشه که ما بنیان گذاری کردیم به ولایت هرات. سینی مخصوص ویژه‌ای مخصوص پارمیسه که امروز ترکیب بعضی از موادهای ویژه‌ای هسته. دیگه مراحل بعدی را به خدمت شما و بینندگان توضیح میدیم. همین سینی 4 نفره میشه شما این موادی که اینجا هست برای ما توضیح بدیم که چی هست؟ ما به اینجا 3 مواد داریم که مخصوص کته مانه که بعد اون کته زعفرانی ما که باز بعداً تیار میشه و داخل سینی ما میایه حساب. اول از اینکه هست زعفران دم شده که قبلا ما آماده کردیم. اینجا کره داریم. این به این طرف ظرف دیگه که هست ای هم کشوری که قبلا ما آماده کردیم و این طرف هم ظرف کته مانه. این برنج را ما به حساب کته استفاده میکنیم که کلا میشه داخل سینی باز اول ما کته استفاده میکنیم بعد دیگه مراحل آماده. بله اینا هم از طرف بله اینا هم که هست. اینا کباب کوبیده داریم، دوست کوبیده داریم. به سینی ما که هست فعلا استفاده میشه یک سری جوجه کباب داریم که اینا میبینیم رنگ اینا خیلی رنگ زعفرانی خوب گرفته. کوبیده ما رنگ طلایی داره چون اینا همه زعفران استفاده میشه. و این هم پاچینه که قبلا پاچین ما آماده شده، فقط کباب کوبیده و جوجه کباب ما فعلا آماده به سرکشیده شده. سرمنگل رو آماده میکنیم، بعدا با دیگه موادا داخل سینی توضیح میدیم بعد خدمت شما. قسمی که آقای صدیقی گفتن در این غذا و در این سینی مخصوص بیشتر از زعفران استفاده میکنن و اگر اشتباه نکنم زعفران هم زعفران خود هرات. بله دقیقاً ما بیشترین استفاده به این سینی ما به خاطر طعم و به خاطر رنگ و همه چیزی ما بیشتر از زعفران استفاده میکنیم. از نگاه طبی هم زعفران فایده زیادی داره. خودتون همه ما شما برنج شبیه پلو ما قبلا آماده شده به خاطر از اینکه وقت شما گرفته نشه، وقت بینندگان گرفته نشه، برنج ما آماده کرده بودیم. برنج خودم حساب دکور میکنه به این قسمت خوب بعد منظم باشه دکور ما. بعد از ما برنج زعفرانی که قبلا این هم سرشک و زعفرانه ایران بروی از سینی خود ما دکور از اضافه میکنه تا بشه یک سینی منظم. به این قسمت هم کباب دیدیم کباب سر منقل رفت حساب خمزه را وقتی گرفت تا کباب خوب خوش رنگ و رشته منظم پخته شده. دوست کوبیده ما آماده، دوست کوبیده میچینیم به تعقیب از او جوجه کباب خور آماده میکنه. به ادامه از او هم ما پاچین خور اضافه میکنه. پاچین ما که میبینیم منظم رنگ زعفرانی گرفته، رنگ خوبی گرفته. بعد از او
ما آماده شد. این قسمت تندوست تال بانجان رومی که هم کباب شده این هم اضافه میکنه. به قسمت بعد میرسه به یک قیمی و قیمه که ما باید اضافه کنیم و حساب سینی خود یک قیمه هم سینی ما داره. خب بعد از او تا قیمه آماده میشه و قیمه میارم دوستا ما چی میکنیم سلات از این هم میزنیم. سلات از این سینی خود آماده میکنیم. به قسمت هم ببینیم ما میشه داره که قبلا آماده شده میشه ما میبینیم که قبلا آماده شده و داخل روغن و داغ و آماده یک دونه میشه بگیریم. بعد از که میشه گرفتیم میشه هم اینجا داخل از این بوری خوب اضافه میکنه. یک دونه من قیمه که دوست ما بیاوردم قیمه خودم ما اضافه میکنه. کلا سینی ما فعلا آماده سینی مخصوص پارمیز آماده. محمدی سر اگه ما رو به تصویر داشته باشه خسته نباشه. من نمیفهم حساب کردم 7 رقم شد یا 8 رقم داخل از ظرف چیندی. دقیقاً برنج شبت شد یا شمالی؟ برنج شبت، برنج سفید شد، برنج زعفرانی و زرشک دیگه این کته شد. بله کته شد، جوجه شد، کباب شد، کوبیده شد، پاچین شد، دیگه مایچه شد، قیمه شد، و دیگه هم بخش ترکیبی اون نارنج و حساب بانجان هم کباب شده. کلا سینی ما آماده میشه. واقعا وقتی که 6-7 رقم مواد غذایی اینا دست به دست هم میده این مطمئن باشیم که یک مزه خیلی عالی میسازه. یک مزه که یعنی ناب باشه. اگر شما اینا بخورین یکی از اینا مزه نده خدای نخواسته حتما یک دیگه مزه میده. اگر یک مزه نده حتما یک دیگه مزه میده. که مطمئنم هم از اینا مزه میده. این بود سینی مخصوص پارامیز که آقای صدیقی برای ما و شما تهیه کردم. ان شاء الله شما هم اگر اشتها داشتین یا از بیرون از کشور و داخل افغانستان و هرات آمدین حتما به اینجا سر بزنین که آقای صدیقی از شما میزبانی کنن و به دستای خود انمیت یک سینی برای شما جور بکنن. من تشکر میکنم از آقای صدیقی. زنده تشکر. خب دوستای عزیز همون قسم که در تصویر میبینیم سینی که آقای صدیقی تهیه کردن بازور روان کردن برای ما روان کردن ناگفته نباید گذاشت که اگر شما هم میخواین که از این غذا نوش جان بکنین حتما سر به پارامیز بزنین. آقای صدیقی و آقای رسولی از شما پذیرایی گرمی میکنند و حتما مهمان اینا یک بار به این سینی مخصوص مهمانشون پارامیز بشه، مهمان آقای صدیقی و آقای رسولی. شما عزیزان در صورتی که میخواین ما ویدیوهای بیشتر و بیشتر به شما تهیه بکنین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنین و دوستان خود و داخل و خارج از کشور ارسال بکنین تا ببینن که در هرات ما چی جاهای خوبی داریم، چی رستوران های خوبی داریم و همچنان شماره ارتباطی ما زیرنویس میشه. اگر میخواین که ما هم مهمان شما باشیم با شما برنامه داشته باشیم به همین شماره تماس بگیریم حتما خدمت خواهیم رسید و با شما برنامه خواهیم داشت. من تشکری میکنم از آقای رسولی از ما میزبانی خیلی خوبی کردن، خیلی خوب توضیح دادن در مورد پارامیز. آقای صدیقی همچنان خیلی خوب توضیح دادن. حتما بازدم رفتن ما تشکری از اینا به آشپزخانه میکنیم. شما عزیزان به خداوند مهربان میسپارم. شب روز شما خوش. خداوند نگهدارتان، مواظب خود و اعضای فامیل خود باشید.